رحمت الله علیه، امام اعظم از دیدگاه محدثین خیلی مهمه. امروز در بین جامعه اسلامی عده‌ای میگن امام ابو حنیفه که حدیث بلد نبوده، حدیث نمیفهمیده، او خو حدیث یاد نداشته. جالبه، خیلی جالبه، نکته عجیبی میشنویم از بعضی از انسان ها، حدیث نمیفهمیده. امام رحمت الله علیه از پیامبر صلی الله علیه و سلم 70 سال فاصله داشته، حدیث نمیفهمیده. تو در این قرن فساد زندگی میکنی، 1440 چند سال، تو ماشاءالله بهترین حدیث میدانی. عجیبه. این حدیث ها کی رسانده برای ما؟ آیا مگر صحابه به تابعین نرسانده؟ تابعین به تبع تابعین نرسانده؟ خوامی امام اعظم بوده که حدیث ها روایت کرده. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی از شاگردان حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کتابهای خود حدیث روایت میکنه. میگه حدیث نمیفهمیده. عجیبه برادر عزیز، من میگم از شاگردان حضرت امام رحمت الله علیه در صحیح البخاری حدیث روایت شده، تو میگه حدیث نمیفهمیده؟ ما بیاییم از محدثین بشنویم، از محدثین بشنویم آیا حضرت امام رحمت الله حدیث میفهمیده یا نمیفهمیده. بس خیلی مهمه عزیزان من، این را خیلی ما شما دقیق شما متوجه بشیم. در کتاب سیر اعلام النبلا در جلد 5 صفحه 537 یکی از ائمه حدیث این را میگوید. کتاب سوقه نه تنها در افغانستان که در سر تا سر جهان کتاب چالش داره. علمای افغانستان نه، علمای جامعه الازهر مصر، جامعه المدینه الرسول در تمام دنیا این کتاب چالش داره. این کتابی که من ذکر کردم در اینجا بیان میکنه حضرت امام رحمت الله علیه در علم حدیث 41 استاد دانشمند داشتن. تو چند تا استاد داری؟ شاید یک استاد داشته باشی. امام رحمت الله علیه یک در علم حدیث 41 استاد داره. شخصیت بزرگواری که فقط از 41 دانشمند حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میآموزه. باز چگونه اساتیدی که از صحابه پیامبر احادیث در سینه خود جای دادن برای امام رحمت الله علیه رساندن. مکی ابن ابراهیم استاد امام بخاری در تهذیب و تهذیب چی میگه؟ مسئله خیلی مهمه عزیزان من. مکی ابن ابراهیم استاد امام بخاریه. وقتی گفتیم استاد امام بخاری پس در حدیث خیلی بالایه. امام بخاری احادیث از چقدر وقت احادیث جمع‌آوری میکنه سوقه این حدیث را از پیش که گرفت امام بخاری از مکی ابن ابراهیم یاد گرفتم. خب مکی ابن ابراهیم امام اعظم چگونه شخصیت؟ تو بگو، تو خوب میفهمی. اگر یک انسان جاهل بیاد در رابطه با امام اعظم حرف بد